ما فقط در همان صورت احترام بزرگانمان را کاملا به جا می آوریم که آثار آنها را آموزیم، فرزندانمان را در روحیه تعلیمات آنها تربیت کنیم، فرموده های آنها را دستور عمل قرار دهیم، تا که در آینده هم از بین خلق ما رودکی و فردوسی ها، بوعلی ها، خیام ها، میر سعید ها به وایه رسند و ما در رشد تمدن بشر سهمگزار باشیم. پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. اصلا تحقیق و آموزش و بررسی آثار گرانبهای ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک از مسائل پرمحتوا و بسیار هم ارزشمند ما هست که آموزش جدی آن وظیفه اولین درجه هر یک سخنور است، زیرا این بزرگان در تمدن بشر خدمت ارزنده کرده اند. 15 که اکنون از روی طبقه بندی دوره آخری ادبیات کلاسیکی می شود. یعنی ادبیات ما، فرهنگ و تمدن ما، خاصه شعر و شاعری ما در همین عصر 15 به قله بلند است و بعد اینا رو به تنزل نهاد از روی جنبندی. جز کنج غم هلالی جای دیگر ندارم، من پادشاه عشقم، این است کشوری من. هلالی یکی از چهره‌های نمایان ادبیات فارسی تاجیکی است. مقام خاص خود را در ادبیات دارد، خاصه ادبیات بعد از 15. جلب شده است. هلالی معلومات ابتدایی را در زادگاه خود گرفته در آوان جوانی تقریبا سال 1491 برای دوام دادن تحصیل علم به هرات می آید و در رشته های گوناگون دانش کسب کمال می کند. خوبیش هم است که مکتب هرات را گذاشته است. مکتب هرات در عصر 15 بزرگترین حوزه ادبی فارسی تاجیکی بود. اینجایی و در سری آن بزرگواری مانند مولانا جامی. شاعری میکرد یا دعوای عالمی میکرد یا دعوای خطاطی میکرد یا دعوای هنر میکرد در مجموع حتما در صحبت جامعه نوایی میگذشت و دستگیری هم میکردن و اولین ملاقاتش با نوایی خیلی جالب است. میگن جوانی نوروسته بود، نام و شاعری نام برآورد که نوایی به صحبت دعوت کرد. خیلی که ببینید واصفی هم دعوت کرده است و دیگر هم. این یک ترتیب کاری نوایی هم بود، نوایی جامعه بود که جوانان با استعداد دستگیری میکردند. نوایی در مجالس نوایی تذکره داره ذکر میکند. وقتی هلالی شعر خودش را میخواند، وقتی به همین بیت میرسد با هلالی با نوایی خیلی پسند میآید،
چنان از پا فکن امروزمان رفتار قامت هم که فردا بر نخیزم بلکه فردای قیامت هم. این جوانی 16-17 سالگی هلالی گفتن میره. وقتی نوایی میپرسد که چی تخلص داری میگه هلالی، میگه نه تو بدری. اولین و کاملترین معلومات رو ما از مجالس و نفایس میر علیشیر نوایی میگیریم و بعدتر سام میرزا در تذکره خود که هم عصر و دوستی بدرالدین هلالی بوده است این گفته های میر علیشیر نوایی رو تکرار میکند که حافظه اش خوب و سخنش مرغوب است. هلال معنای ماهی نو، ماهی نیپره را دارد و بدری گفتنی میر علیشیر نوایی معنای آن را دارد که هلالی الکی در ادبیات، در سخن آفرینی صاحب مهارت و شاعری کامل است. هلالی بیشک در همین دایره ادبی هرات مثل یک ماه در عالم ادبی دایره ادبی هرات پدید آمد، مثل یک هلال پدید آمد و مثل بدر منیر گردید. هلالی هنوز از زمان جوانی به شعرگویی شروع می کند و به شبهه تا واپسین لحظه های عمر شعر گفته است. از این لحاظ دیوان غزلیات او را نیز می توان به دو مرحله جدا نمود. غزل‌هایی که در ایام پرشور و شری جوانی و غزل‌هایی که پس از تجربه حیاتی اندوختن تألیف کرده است. درویش علی چنگی در تذکره تحفة السرور تاکید میکند که مولانا هلالی از داننده خوبی علم موسیقی بود و صدای بسیار هم فورم داشت و محققان بعدینه به خلاصه آمدند که از بس که هلالی داننده خوبی علم موسیقی بود بنابر همین غزلهایش روانند بعد از مرگ مولانا جامی و نوایی دولت تیموریان رو به پراکندگی آورد. از این طرف در ماوراءالنهر شیبانیان سر بالا کردند و از طرفی در ایران صفویان سر بالا کردند و هرات که مرکزی تمدن بود، مرکزی فرهنگ بود، مرکزی ادبیات بود، رو به تنزل نهاد. از سال 1499 به سر قدرت سلاله با نام شیبانی ها به سر قدرت می آیند و به سر قدرت آمدن شیبانی ها از یک طرف سبب های ابجکتیوی دارد و از طرف دیگر این صحیفه تازه تاریخ باز می شود در این دوره. و بیشک این حالتی وضع سیاسی و شعر شاعر هم تأثیر کرد. در تمام سرچشمه ها هلالی از بزرگترین شاعرانی هست که هنوز هنگام در قید حیات بودنش در تذکره و سرچشمه ها
بوده است که خیلی جالب است، خصوصا همون استقبال از غزل مشهوری کمال، یار گفت از ما از غیر ما پوشان نظر گفتم با چشم هلالی، خیلی یک جواب خوشروی هم داده است، یک نظیر خوشروی هم نوشته است و واقعا غزل هلالی آمیخته با موسیقی است. مثلا در یک غزلش میگوید که این دم که بوی دلکش گل میدهد نسیم، بس دلکش است گشت گلستان به بوی گل. خوش آن که یار باشد و من در حریم باغ، من سوی او نظر کنم و او به سوی گل. گیرد که تو غیر از غزل نویسی دیگر در ژانرهای دیگر مهارت نداری. و هلالی در داستان شاه درویشش این نکته را بسیار به ظرافت زیبا تاکید میکند که هر کسی که غزل تواند گفت، مثنوی را چدور تواند سفت. و شکر میکند در این زمینه، شکر میکند که نقد گنجینه سخن غزل است، شکری باریکی نظم من غزل است. هلالی خیلی طبع بلند داشته است، مانند شاعران بعضی مدعا بهش را به کسی نبخشیده است و اما همون سنتی مثنوی سرایی خسرو و نوایی و جامع را ادامه داده است. نوشتم نامه در نیک نامی که خسرو آفرین کرد و نظامی، کلیدی مخزن اسرار با اوست، فروغی مطلع انوار با اوست، گلستانی است در وی بوستان ها، در اوراقش هزارها داستان ها میگویند. واقعا بزرگی نظامی و جامعی و امیر خسرو رو میستاید و خودش رو خیلی فخر میگیرد. اما اگر مقایسه کنید واقعا در روانی، اگر در پای نظامی البته نیست، اما در پای شاعران دیگر بزرگش ممکن است. محققان دیگر در اندیشه آنند که این گونه داستان‌هایی که در آنها مسئله‌های فلسفی و اخلاقی بیان شده اند، مثل مهر و مشتری، شاه و گدا و دیگر اثرها، اینجا مسئله‌ها عشق مجازی نیست و شاید همین سبب بود که در برنامه مکتبی داستان شاه و گدا تعلیم داده نمی شود. هرچند اینجا مسئله صداقت است، وفاداری است، خدمتگزاری است و این اثر من فکر میکنم که تحقیقات جدی رو طلب میکند. اکثری که من تا آنجایی که خبر دارم 133 مثنوی لیلی مجنون در ادبیات ما است. خود در ادبیات تاجیکی و ترکی هم اگر حساب بگیریم 133 لیلی مجنون است. اما لیلی مجنون از آن کاملا فرق دارد. یگانه لیلی مجنون است که در آنجا عاشقان به وصال میرسند. هلالی مثنوی صفات العاشقین دارد، چنانکه که خودش میگوید به نام عاشقان دفتر گشادم، صفات العاشقین نامش نهادم. و داستان لیلی و مجنون دارد. داستان لیلی و مجنون در پیروی بنیادگذار مکتب لیلی و مجنون سرای نظامی گنجوی سروده شده است.
اوفریده هیلولی بخصوص ابرز معشوقه هیلولی بی‌رحم است، بسیار هوا بلند است، لعل لبش گران است، قامتش سرو است، چشمش جادو است، دهانش پیسته است و تصویرهایی رو که هیلولی در آفریدن ابرز معشوق می آفرد اندیشه می شود که هیلولی بیشتر عشق زمینی رو سروده است و آوانی جوانی سرودن غزل‌های عارفانه، غزل‌های عرفانی در اشعار بدرالدین هیلولی خیلی کمند. تعبیرات و ترکیبات ضرب المثل و کلمات خاص خراسان در آثار او خیلی درج شده است. ببینید همین هر یکی وی که میگیرد شعرهایی که میگیرد، مثلا ببینید درباره نوروز دارد، روزی نوروز است و سروی گل عذاری من کجاست، در چمن یاران جمعن یاری من کجاست. ببینید حتی هم آیه های هم ذکر میکند همون که مربوط پیش از اسلام است، مانند نوروز دیگرها. این از آگاهی کاملی هلالی از سنت های گذشته ملتی ما دارد. مثلا به این روبایی توجه کنین، میگوید که دیه بر سر افتاد ای خاک بر سری من، لیلی کجا و حسنت
به خان مراجعت میکند که این خطای من است، این خطای قلم است، خطای فکر است، عذرخواهی میکند، ولی خان از گناه هلالی دست نمیشوید. هلالی هم از جبر عبیدالله خان به داد آمده بود و سبب مرگش هم انا همین یک روباییش شد و انا همین چیز سبب شد که هلالی را در بازار چهارسوی هرات سنگسار کردند. عالمی دیگر از университети Тифлис Гарилашвили соли 1964 таҳқиқ мекунад ки гури ҳилолӣ дар маркази бозори чорсӯи ҳирот будааст. вақте ки қабри ӯро ба як бозаргон фурӯхтаанд, чун ҷои серодам будааст, ва қабрашро вақте ки аз як ҷо канда ба ҷои дигар гур мекарданд, ҳамон ҷо косахонаи сараш шикаста будааст. تذکره‌نویسان می‌نگارند که چون هلالی را در ماه اکتبر سال 1529 با فرمان سلطان ازبک‌های شیبانی عبیدالله خان که هرات را ضبط کرده بود با تهمت آنکه شاعر از مذهب شیعه است به کشتن می‌بردند، سر او را شکستند. خون بر رویش می‌دوید. در این حالت هلالی بیت زیرین را می‌خواند: این قطره خون چیست بر روی تو هلالی؟ گویا که دل از غصه بر روی تو دویده.